اساتسیاسیون ژورنالیستان رشته ورزش تاجیکستان ده ورزشگر بهترین سال 2023 را اعلام کرد. به اطلاع رئیس و شورای شناخته ورزش نرزولو لطیپوف، بر اساس نتیجه گیری نظرهای خبرنگاران ورزشی به دهگانه بهترین سال نمایندگان سه نمود بوکس، گشتین جودو و گشتین کوراش داخل شدند. در دهگانه بهترین ورزشگران سال پهلوانان خوشنام چون گشتینگیر سامان محمدبیکوف، تیمور رحیموف، بیروز حجازاده جایگیر شده. به این روی خط ستاره های جوان ورزش تاجیک به مثل مشزن دولت بولتایف و گشتینگیران خیراندیش مرادزاده، امامعلی نورعلی و ابوبکر شیروف نیز رای یافتند. روی خط ده ورزشگر بهترین تاجیکستان در سال 2023 چنین است: بهادر عثمانوف بوکس، برنده مدال برنجی چمپیونات جهان در تاشکند. سامان محمدبیکوف، برنده مدال طلایی بازی‌های 19 آسیا در هنگژو چین در وزن تا 81 کیلوگرم. دولت بولتایف، برنده مدال طلایی بازی‌های 19 آسیا در هنگژو چین در وزن تا 92 کیلوگرم. تیمور رحیموف جودو، برنده مدال نقره بازی‌های 19 آسیا در هنگژو چین در وزن 100 کیلوگرم. میجگونه سمد و بوکس، برنده مدال برنجی بازی‌های 19 آسیا در هنگژو چین. بیروز حجازاده جودو، برنده مدال برنجی بازی‌های 19 آسیا در هنگژو چین در وزن تا 73 کیلوگرم. خیراندیش مرادزاده کوراش، برنده مدال برنجی بازی‌های 19 آسیا در هنگژو چین. امامعلی نورعلی جودو، برنده مدال طلایی توسکولوی بزرگ در وزن تا 66 کیلوگرم در تاشکند. ابوبکر شیروف جودو، برنده مدال برنجی چمپیونات جهان میان جوانان در وزن 73 کیلوگرم. فریناز عبدالله و بوکس، برنده مدال نقره چمپیونات جهان میان دختران در وزن تا 52 کیلوگرم در اریوان ارمنستان. صاحب مدال برنجی چمپیونات آسیا میان دختران در استان قزاقستان.